حزب دموکرات کردستان ایران در رابطه با انفجار بندر عباس ضمن همدردی با خانواده‌های قربانیان آرزوی بهبودی مجروحان و مصدومین این حادثه میگوید سیاست‌های غلط و بیکفایتی جمهوری اسلامی جان مردم و حق زندگی آنان را نشانه گرفته است. تا لحظه آماده کردن این خبر در پی انفجار در بندر رجایی بندر عباس در روز شنبه 6/2/1400 تاکنون بیش از 70 نفر در حادثه انفجار مدر بندر رجایی کشته شدند. بیش از 1200 نفر مصدوم و مجروح و 22 نفر نیز مفقود شدند. آتش‌سوزی‌های ناشی از این انفجار و احتمال افزایش تعداد قربانیان و کشته شدگان این رویداد همچنان وجود دارد. حزب دموکرات کردستان ایران در پیام خود می‌نویسد این انفجار و حوادث دیگر مشابه آن نتیجه سیاست‌های غلط و بیکفایتی جمهوری اسلامی ایران میباشد که هیچ ارزشی برای جان مردم کشور قائل نیست. صرف نظر از گمانه‌زنی‌ها و اظهار نظرهای مختلف مسئولان رژیم مربوط به علت و چگونگی رخداد این انفجار، آسیب‌های جانی آن به لحاظ انسانی جای تأمل و دردناک است. بدون تردید مسئولیت ناپذیری نظام استبدادی جمهوری اسلامی در قبال جان مردم و حق زندگی برای آنان متاسفانه چنین شرایطی را بر مردم این کشور تحمیل کرده است. ضمن همدردی با خانواده‌های قربانیان، آرزوی بهبودی مجروحان و مصدومین این حادثه ناگوار را داریم. حزب دموکرات کردستان ایران، هیئت اجرایی